قصه دوستی. در میان دریای پرتوقیان در بالای خرسنگ عظیمی چوجه‌یکی تنها افتاده بود. کمک کنید، نجات دهید. او میگریست و از دیگران کمک میخواست. ناگاه آوازی چوجه‌یکی درمانده را خرگوشک شنید و زود به سوی دریا روانه شد. به من کمک کنید. چوجه‌یک مدام درخواستی کمک میکرد. نجات دهید، کمک کنید. خرگوشک او را دیده زود به کمک کردن آغاز کرد. چوجه‌یک به جای خطرزای دریا نزدیکتر می شد. وقت خیلی کم مانده بود. چوجه‌یک دیگر امید برای زنده ماندن نداشت. در همین لحظه خرگوشک ریسمان را به درخت مستحکم بسته به واسطه آن چوجه‌یک را نجات داد. چوجه‌یک از این حالت شاد شد و به خرگوشک اظهار سپاس کرد. خرگوشک دردی دل چوجه‌یک را شنیده سپس به او مشق‌های گذشتن از دریا را نشان داد. از این عمل خرگوشک چوجه‌یک خیلی خرسند و شاد گشت. از همین لحظه ها دوستی چوجه‌یک و خرگوشک آغاز یافت و آنها با همدیگر دوستانی قرین گشتند.